الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آیات قبلی الله متعال او اوصاف یا اعمالی که سبب حفاظت جامعه اسلامی میشه که عبارت از تقوا خودسازی است و بعد از او اصلاح دیگران است. توسط این امور میتونه یک جامعه یا معاشره اسلامی حفاظتش کرده شود. از امو خاطر است یکی از جمله امتیازات و خصوصیات امت این است که الله متعال در اینجا بیان میکنه زمانی که خودسری شروع شود و هر کس بگوید که موسی به دین خود و عیسی به دین خود یا بز از پای خود و گوسفند از پای خود آویزان است، این مسئله سبب فساد در جامعه و معاشره میشه. امت حفاظت دینش نمیشه، مردم پراگنده میشه. یکی از خصوصیات امت این است که یا این وظیفه یا منصب لازمی ایشان است که هر کدام امر به معروف و نهی از منکر میکنه. الله در این آیات ها سه صفت ممتاز این امت بیان میکنه و سبب خیریت امت شده، بهتر بودن امت از امتهای دیگه. الله متعال در کدام صفت ها الله این امت خیریت داده ایرم الله بیان میکنه. کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید. معلوم شد امتهای سابقه که برای انبیاء علیهم السلام است این امت خیریت داره. آلی این امتیازی که الله برش داده در چی چیز داده؟ ام در علم دانش داده، ام در مراعات عدالت و اعتدال مزاجی داده که یا امت وسط است، هیچگاه افراط و تفرید نمیکنه. نه مثل یهود هستن که تفرید کنه و نه مثل نصارا هستن که افراط بکنه. دیگه الله متعال یاره که امتیاز داده به امر به معروف و نهی از منکر و همچنان الله متعال در آخرت هم این خیریت یا بهتری را نمایان میسازه. ما و شما در احادیث مسلم خواندیم که پیغمبران میایه که یک امتی یا دو امتی امرایش موجود می باشه و اینطور پیغمبر هم میایه که یک کسی هم امرایش نمی باشه. بعد از یک جماعت بزرگ که روی زمین سیاه کرده باشه میایه پیغمبر علیه السلام گمان میکنه که امت خودش است، در حالی که او موسی علیه السلام با پیروانش می باشه. بعد از او الله متعال به پیغمبر امر میکنه که در کناری زمین سعی بکو. پیغمبر علیه السلام وقتی سعی میکنه یک فوج عظیم میبینه از امت خود. بعد از او در کناری دیگه برش امر میشه که اونجا سعی بکو. در اونجا باز برش نمایان میشه که طایفه های خیلی بزرگ از امتش میآید. دینمی جماعت ها 70,000 اشخاصی بودن که و بدون حساب و عذاب داخل جنت میشد. پس معلوم شد که در یک حدیث پیغمبر علیه السلام به صحابه میگه که ای صحابه شما خوش داری که چهارم حصه جنتیا باشه؟ صحابه تکبیر گفتن الله اکبر. بعد از او گفت اگر ثلثش باشه و هم تکبیر گفتن. پس از او گفت من امیدوار هستم که شما نصف جنتیا باشه. از امو خاطر نصف جنتیا را امت پیامبر صلی الله علیه و سلم تشکیل میده. ایام از جمله خیریت است. از جمله اسباب خیریت یا اثرات خیریت است که این امت شاهد بالای امتهای دیگه جور میشه، سری امتهای دیگه شاهدی میده و همچنان اولین امتی که داخل جنت میشه امت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما در بین اوصافی که سبب خیریت شده قرآن کریم سه صفت در اینجا بیان میکنه. اخرجت للناس که شما ظاهر کرده شده، بیرون کرده شده برای مردم. اینجا ناس عام است، مشرک و کافر و مسلمان کلگی را شامل است. از امو خاطر دعوت امت پیامبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، عام است، شامل است، برای هر کس باید دعوت داده شود. یک مسلمانی که در یک جامعه کفری زندگی میکنه باید اثرات زندگیش بعد از یک سال نمایان شود، دیده شود که کسی از اسلام از او متاثر شده باشه. البته اینمی امر به معروف و نهی عن المنکر که جزئی از دعوت است، این دو قسم است، یکی به زبان آدم دعوت میده و یکی به عمل دعوت میده. خصوصا در معاشرهای کفری زمانی که یک مسلمان زندگی میکنه اگر زندگی عملی از خیلی منظم مطابق چوکات دین باشه بسیار اثرگذاری میکنه بالای زندگی دیگرها، بیگانه ها. الحمدلله یک تعداد مسلمانایی که در ممالک کفری زندگی میکنه از یک طرف دعوتگر هستند زبانی، اما از نگاه عمل هم ثابت کردن که اسلام دین امن است،
دین اخلاق است. اسلام دین صمیمیت و دینی است که فضای محبت در بین به وجود میاره. از همون خاطر است که امروز در اروپا و در دنیای غرب زیاتر او طایفه ها مسلمان میشه بعد از دیدن حرکات خیلی منصفانه مسلمان ها، چرا که اونجا اسلام عملی را مشاهده میکنه. اون مردم ها خیلی زیاد متاثر شدن از تبلیغات سوی امید دشمنای دین که از نگاه رسانه ها در مورد اسلام دارن و مردم با اسلام خیلی حساسیت دارن. فکر میکنه اسلام یک دهشت است، قتل و قتال است، جنگ و جدل است، خشونت است، چور چپاول است، ظلم و استبداد است، اما ندیدن زندگی عملی اسلام و آن چیزی که در کتاب الله ذکر شده. خب بعد از اینکه مشاهده میکنن ایمان میاره. الحمدلله این موضوع تقریبا خیلی واضح شده. پس وظیفه و منصب این امت امیسته که نه تنها خود اصلاح میکنه بلکه در اصلاح دیگران هم است. هیچ جای نمیبینن که یک خلل پیدا شوه و او رخنه را یا بند نسازه. اگر رخنه را اعلا کرده باز از این منصب ما و شما پایین میایم. الله متعال که کدام مرتبه را به ما نصیب کرده به خاطر عزیزته که ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و ایمان به الله داریم. این سه صفت برای خیریت امت در اینجا ذکر میشه. اصلاح هم توسط همین سه چیز میاد. یکی اصلاح از طریق امر بالمعروف است و یکی اصلاح از طریق نهی عن المنکر است. اصلاح از طریق امر بالمعروف که در رأسش عقیده توحید الله است، مردم به عبادت و پرستش یک الله دعوت دادن و مردم به سوی کتاب الله و سنت رسول الله دعوت دادن در رأس تمام معروفها قرار داره. چرا معروف هر امری را میگه که در قرآن و حدیث ثابت باشه و عقل او را مدح میکنه و او را نکویش بیان میکنه. و منکر هر امری است که در قرآن و حدیث شناخته نشده، یعنی امر بدعت، امری که تو به وجود آورده ای و عقل هم او را تایید نمیکنه، این را به نام منکر یاد میکنه. از این معلوم شد که امت امیر رسالت خود ادا کرده. کنتم خیر امت، شماست بهترین امت اخرجت که ظاهر کرده شده، بیرون کرده شده، للناس، برای اصلاح مردم بیرون شده. خود خو اصلاح کرده برای اصلاح دیگران هم باید شما این کار وظیفه تان انجام بده. تأمرون بالمعروف، به مقتضای شریعت به کمال اهتمام امر به معروف میکنه. تمام طاعات و عبادات داری شامل است و در رأسش توحید الله قرار داره. و تنهون عن المنکر، شما منع میکنی مردم از منکر، یعنی آن چیزایی که شر است و نعوذ بالله بد است از اون منع میکنی که در رأس شرک قرار داره و بدعت و مخالفت قرآن و سنت قرار داره. از اون باید مردم را منع بکنه. تا وقتی که این امر موجود باشه این امت امو اصالت خود نگاه میکنه، امو قلعه مستحکم امت از بین نمیره، منهدم نمیشه. ولی وقتی وظیفه متروک شوه باز میبینی که امت پراگنده میشه، مثل که حالات فعلی شاهد امی گپاست. و تؤمنون بالله، و دیگه شما ایمان به الله داره. ایمان به الله سبحانه و تعالی را پشت سر ذکر کرده، اشاره به اهتمام امر بالمعروف و نهی از منکر میکنه. یکی دومیست که در حقیقت ایمان به الله متعال به خاطر ذکر میکنه پشتی سر که بدون ایمان هیچ امر قابل قبول نیست، الله متعال او را قبول نمیکنه. آیا امتهای دیگه این وظایف انجام نداده؟ اشاره به امی میکنه که امتهای دیگه برخلاف امت پیامبر صلی الله علیه وسلم اینمی فریضه را انجام ندادن، یا به صورت کلی امر بالمعروف و نهی عن المنکر ترک کرده بودن، مثل که الله متعال از بنی اسرائیل یاد میکنه کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. وقتی که کار منکر در اونجا انجام داده میشد و هیچ منع نمی کردن، از او خاطر الله مذمتشان بیان کرد. یا کم کردن، دیگران را دعوت می دادن اما خود عمل نمی کردن. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. علمای از وا به می سیستم بود. الله نگاه کنه که اگر مطلقی فریضه ترک شوه یا خود به مردم بگویه ولی در عمل خودت پیاده نکنی، باز به سرنوشت امو اهل کتاب ما مبتلا میشیم، امی خیریت از ما گرفته میشه. خیریت امت به اینمی گپ است. صحابه کرام واقعا اموتور بودن. از امو خاطر زندگی یک مؤمن مضمون سوره والعصر است که در آخر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یکی با دیگه وصیت حق میکنه، ثابت قدم ماندن در امر دین، و یکی به دیگه توصیه صبر میکنه. در راه حق باقی ماندن مشکلات داره، از او خاطر توصیه صبر میکنه. امروز عقیده صحیح کسی فرا گرفتن و بعد از او سری از او باقی ماندن
بسیار صبر کار داره، استقامت کار داره، محکمی کار داره و هر برادر مسلمان دیگر باید تسلی بده و برای از او توصیه بکنه که مشکلات ها حل شده نیست، روز فرا میرسه که مشکلات موجود نباشه. خب ما تن ندیم که نعوذ بالله تسلیم بدعت و شرک، تسلیم افکار منحرف و نعوذ بالله فاسد شویم. ما باید در راه مستقیم خود ثابت قدم بمانیم و این وظیفه خود در سر برسانیم. از امو خاطر است که سبب فضیلت امت در این امور است. پس امت عواما که بز از پای خود و گوسفند از پای خود و عیسی به دین خود، موسی به دین خود شعار ملحدین است و خواستن همین دشمنای دین از این راه ذهنیت مردم نعوذ بالله دیگه طرف برگردانه، مردم اینطور مفکوره بده که به کسی غرضدار نباش. این گپ غلط گپ است. مؤمن غرضدار است. این برای نمی مقصد آمده، با هر کس سر و کاری داره، هرگاه منکر مشاهده میکنه باز دیگه آرام نمیشینه. از همون خاطر است به طور مثال یک آدم روزه میخوره، تو میبینی ولو که او از روی نسیان و فراموشی میخوره، تو در یادش بده چرا این کاری منکر است و باید آلی منع بکنه. اگر نه که همونطور مجاهرن و به ضد میخوره، مقابله بکار است، راپور دادن به دولت و یا است که نصیحت برش کردن پدریش یا کسی که سرپرستش است، این را آگاه کردن این ضرور است. اینمی افغانستان بود وقتی که از اول رخنه در این جماعت پیدا شد در معاشره مسلمان ها، سرلوچی و سگرت زدن و نعوذ بالله بی‌باکی و بی‌ادبی شروع شد، کسی اینجا نبود که دعوت میداد. از همون خاطر سرنوشت جوانای ما در کجا رسید که نعوذ بالله حتی از الله انکار پیدا شد. اما عالیم اگر همین قسم یک فرقه موجود نباشه و هر مسلمان امیر وظیفه اصلی خود نداره که من به معروف امر میکنم از منکر منع میکنم، دیگه این امت در بدر و فاسد میشه. یکی از جمله امر بالمعروف و نهی عن المنکر یام است که هرگاه مجلس منکر دیدی در او شریک نشوی. اما امروز حاجی صاحبی ما خوب میبینه که بچه فلانی توی داره و سازنده را آورده، باز تکسی را کیرا کرده در اونجا میره و شریک میشه به خاطری که امسایم خفه نشوه یا بچه کاکا بچه ماما خفه نشوه. محبت الله و رسول الله را گذاشته. این آیت قرآن کریم در طاق گذاشته، غضب الله را سر خود جلب میکنه اما خوشی امسای خود در پی داره. ما و شما اگر مسلمان ها واقعی مسلمان باشه، در یک مجلسی که منکرات باشه تو شریک نشو، باز بعد از او بیبی اگر در هتل و سازنده را بیاره کسی نباشه که او را استقبال کنه چک چک کنه شه و او سازنده هم دیگه به یک نفر میگه من ساز نمیکنم، از او خاطر او هم خسته میشه، همین کار انجام نمیده. اما با تاسف که قرآن در طاق گذاشته شد، این آیت ها به مسلمان ها تفسیر نشد که مسلمان ها وظیفه خدا بشناسه که ما چی وظیفه داریم. منکر از هر کس کی باشه ولو پدرید باشه کاری منکر انجام میده قطع شریک نمیشه. الحمدلله برادران و خواهرای ما داریم که در توی خواهر و برادری خود شریک نشده به علت ازی که در اونجا منکر بوده. حتی در جنازه کدام رسوماتی که انجام داده خود علیحده کرده و با پدر اعلان کرده که پدر تا وقتی کار انجام میدی من همراهت نیستم. چرا؟ به خاطری که این منکرات است و ما تایید ازی را کرده نمیتونم. محبت الله و رسول الله از هر چیز برای ما مقدم است. کاش اینمی گپ برای ما پیدا شود. امروز که کل فساد در امت مشاهده میکنه از دست اینمی ترک وظیفه است. اینمی وظیفه متروک است. هر کس شراب میخوره آزاد است، هر کس نعوذ بالله بی بندوباری میکنه، سری کوچه را میگیره، فسق و فجور میکنه، هیچ کس برش نمیگه. نه دولت خوبی از دو قصه نیست، هر کس که هر جنایت میکنه. اما نه امت در صدد از این گپ است که ما چی باید بکنیم. حتی تا این اندازه را یک همسایش که سالات در مسجد سر نزده یک مرتبه برای دعوت نماز بر خانه از او قدم نگذاشتن، فکر میکنه که بان هلاک شود، حالان که گپ نادرست است. امت باید وظیفه خدا بشناسه. چرا؟ خیریت ما به اینمی گپ است. الله متعال برای ما بیان میکنه ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. الله متعال بعد از بیان صفات خیریت امت شروع میکنه به بیان حالات اهل کتابم. اهل کتاب حالش بیان میکنه که بله اهل کتابم دشمنی ذاتی الله متعال امرایشان نداره، خود گرفتن تیشه را در پای خود زدن، خود خراب کردن. اگر وا امی قسم صفت پیدا بکنه، رای صحابه را تعقیب بکنه، ایمانشان صفاتشان به مثل صحابه باشه، مثل در سوره بقره تیر کردیم فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، و هم راهیاب میشه. الله دشمنی ذاتی با کسی نداره. اسباب هدایت الله به کلگی
برابر داده. لیکن گپ ایجاست که از اسباب کی استفاده کرده. الله متعال میفرمه ولو آمن اهل الكتاب، اگر ایمان می آورد اهل کتاب لکان خیر لهم، خو لیکن یا ایمان نآوردن. چرا؟ تفرقه کردن در مورد انبیاء علیهم السلام، یکی را قبول و دیگر را رد کردن، حکم الله را تقسیم کردن. اگر منافع شخصی دیده میشد او را عمل میکرد، ولی وقت منافع شخصی نبود بس دیگه او حکم الله متروک بود، سرش او حکم پنهان کرده میشد. اینمی موضوع فی الحال است. دولت ما حتی تا دولت امیگه پا وجود داره، برای منع مواد مخدر آیتا خوانده میشه، تقریرا میشه. یک روز دینمی تلویزیونا در مورد شراب بحث نشد، به حرمتش، به گناهکار بودن تجارت کنندش، فروشندش، جور کنندش، نقل دهندش، که مردم درک میکرد که از کجا وارد میشه، کجا جور میشه، کجا ساخته میشه. بلکه امروز افتخار مجالس شراب نوشی شده، خصوصا در مجالس منکر عروسی. اما عروسی های لعنتی که مردم پولی حرام پیدا کرده و در حرام مصرف میکنه، این مردم هم قطعش افتخار میکنه نعوذ بالله در شراب نوشی، حالان که این مناسب نیست. الله متعال میفرمه اهل کتاب هم اگر ایمان می آوردن لکان خیر لهم، خامخا بهتر بود برشان دمی جماعت داخل میشد که الله واره به خیریت یاد کرده. چرا؟ زمان پیامبر وام یافتن، زمان نصرت پیامبر وا درک کردن، خیریت امت در جمله امت پیغمبر داخل شده میتونستن، یک کدام ممانعت موجود نبود، لیکن یا نخواستن. میگفتن چرا پیغمبر در عرب آمد، در خاندان ما می آمد، یا دکانداری های خود اعلان نکردن، در حالی که یهودی مدینه به می مقصد و غرض در مدینه آمده بودن که ما با پیغمبر آخری یک جا میشیم و در جمله امت شمار میشیم که فضیلت بر ما حاصل شود. منهم المؤمنون، قرآن کتاب انصاف است. هیچ گاه یک عمل خوب کسی را او طور نادیده نمیگیره، کلش یاد میکنه. تقسیم در بین اهل کتاب الله میکنه، دو طایفه یا را جور میکنه. منهم المؤمنون، بعضی از یا کسانی هستند که و عقیده دارند به رسالت پیغمبر بالکل تسلیم است. عبدالله ابن سلام از یهود است، الله متعال ایمان نصیبش کرده، از جمله صحابه ممتاز گشته. و همچنان پاچه نجاشی با وصفی که پیغمبر ندیده بود از کلماتش متاثر شده و قدر و احترام مهاجرین کرده و از جمله نصارا بودن و هم ایمان آوردن. قرآن امو مدح از واره میکنه و اکثرهم الفاسقون، زیادتر اهل کتاب فاسق است، یعنی از چوکات دین برآمدن، از حدود دین برآمدگی استند. مراد است که اهل کتاب دو طایفه است، یک طایفه کمشان اسلام آورده، اکثریتشان اسلام نآورده، دو طایفه شده. عالی وقتی که اکثریت از وا ایمان نداره و همیشه دشمنی اسلام در دل گرفته، چطور بکنه مسلمانان در حالی که تعدادشان کم است، مناطق دعوتشان منحصر و محدود است، آیا میتونن یا کامیاب و پیروز شوند؟ بله. کثرت دشمن سبب نعوذ بالله ضعف مسلمانان نمیشه، هر قدر که زیاد باشه. چرا؟ الله احاطه کرده به علم خود، مکر و کید و طرح پیشنهادها و پلانهای از واره الله میبینه و خنثی میکنه. مکرشان الله پس سری خودشان میگردانه. از او خاطر الله متعال تسلی به مؤمنان میده لن یضروکم، هرگز شما را ضرر رسانده نمیتونه الا اذن، بجز از ضرر زبانی. فقط یک ضرر زبانی را براتان رسانده میتونه، شایعات پخش میکنه، سر و صدا میشه. امروز رسانه ها ببینه مسلمان ها را چه قسم معرفی کرده، یک دم مردم تروریست نعوذ بالله، یا آلی و چی وحشتگرا، مردمایی که نعوذ بالله چور چپاول میکنه، همین قسم میکنه. اما یادتان باشه این ضربه به دین نیست. چرا؟ بلکه سبب شهرت دین میشه. مردم جهان متوجه اینمی نقطه ها میشه که چرا این جهان در مقابل اینمی سنگر گرفته، اینقدر قوی سنگر. معلوم شد که جانب مقابل هم سنگری قوی است. مسلمانی که در آلمان مسلمان شده بود وجه مسلمانی خود بیان میکنه، وقتی ما در کلیساها رفتم بزرگترین تبلیغات علیه اسلام میشد. قطعی خود فکر کردم که اسلام یک جبهه خیلی مستحکم است. اگر این جبهه ضعیف می بود چقدر اقدامات و اینقدر اهتمام برای رد از او میشد. از این معلوم میشه که در اسلام چیزی است. بعد از او به مطالعه اسلام میگه پرداختم، پس از او درک کردم که اسلام کدام نظام است. و بعد از او امور پوچ و بی اساس نصرانیت با اسلام مقایسه کردم، دیدم که کلش امور خیالی و بی اساس بود. اسلام دینی پایدار و دلیل داشت. از او خاطر منجر به این شد که من ایمان آوردم. از او خاطر انسان میدانه هرگاه سنگر مقابل از هر طرف سرت فیر میشه، باید بدانی که نمی سنگر قوت داره. امروز الحمدلله
ما مسلمان ها کسایی که به عقیده توحید استوار هستند یا مورد زیاد اتهام و اعتراض مردم قرار میگیره. علت ایست که سنگر مستحکم است، دنیا متوجه است، در داخل هم منافقین نعوذ بالله اینمی قسم شایعات میکنه، ولی الله متعال میگه لا یضرکم الا اذا، برای شما ضرر نمیرسانه، اذیت نمیرسانه بجز از آزار زبانی. شایعات پخش میکنه، شبهات میپردازه، لیکن این سبب ناکامی شما نمیشه. و یقاتلوکم، آخر اگر یا همتم بکنن در جنگ برای شما، در پیکار با امروی شما روبرو شون، یولوکم الادبار، پشت خود دور داده فرار میکنه، تاب مقاومت نداره. امروز ببینی افسوس است که مسلمان ها پراگنده است، افسوس است که حکومت های ممالک اسلامی غلام اجنبی ها گشته. اگر یا دست متحد می داشتن نخواد که یا بر قدرت غرب به اصطلاح خودشان یا شرق ادناترین التفات یا نظری بدی طرف مسلمان ها میکرد، ولی با تاسف که مسلمان ها را گرفت پارچه پارچه کرد، علایده ساخت و هر کدام سرکوب کرده به نام های مختلف. با یکی هم دوست نیسته، این دوستی قطعا صحیح نیسته که نپشتی سر الله متعال ما و شما را آنقدر بیدار میکنه که دیگه در کنج دل ما شبهه باقی نمیمانه. اگر بعد از هم کسی رسمان دوستی را با این کفار انداخته و قطش روان است، باز اینطور نگویه که من به قرآن ایمان دارم، باز بگویه که سری قرآن ایمان ندارم. الله متعال میگه ثم لا ینصرون، اگر به پیکارم روبرو شوند شما بدانی که نصرت نمیشه امرایشان. مثل که امی پیشنگویی قرآن کریم ثابت شد در جنگایی که با اهل کتاب شد، در جنگ خیبر و جنگهای دیگه، همه ایشان حتی قلاهای خود به دست خود کلند خود زدن، خراب کردن و زراعتهای خود در دادن، حرکت کردن، فرار کردن. این پیشنگویی قرآن کریم است. یا سر ما کامیاب نمیشه به شرطی که مسلمان یک چیزی تقوا داشته باشه. پشتی سر میه دو نمونه جنگ احد و بدر بر ما و شما. ضربت علیهم الذلة، لازم کرده شده، چاپ کرده شده بالایشان، مثل که ما و شما میگیم مورولاک کرده شده بالایشان الذلة. ذلت ای را میگه به نظر مردم حقیر معلوم شدن، کسی برش احترام و عزت قائل نباشه. این پیشنگویی قرآن کریم است. تا امروزه یهود در یک سرزمین قابل عزت نیست، هر کس به نظر حقارت برش سعی میکنه و همیشه غلام دیگرها باقی مانده. الله متعال در اینجا میگه به خاطر ازی که برای الله برای ازیا آن چیزی را داده بود که سبب سرفرازی بالای کل امت ها بود. و کدام بود؟ دین آسمانی داشتن، مطابق از او عمل میکرد و وظیفه و رسالت فرضی خود انجام میداد که امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود. اما این مردم را ترک کردن، الله یار رسوا و ذلیل کردن. این یک نوع تنبیه و آگاهی برای امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اگر ما این وظیفه خود ترک کردیم، ایمان به الله از پیش ما ضعیف شد، باز دیگه ما نعوذ بالله ذلیل میشیم، غلام اجنبی جور میشیم. الله رحم بکنه، قریب است که دمو سرحد برسیم. چرا که او مردم اینمی قسم چیز ترک کرده بود، الله اینمی طور ذلت سرش چاپ لگان. اینما سوقفو، هر جایی که یافته شوند ذلیل هستند. الا بحبل من الله، مگر که چنگ زده باشند، یعنی دستاویز از جانب الله متعال بری خود قرار داده باشند. دستاویز الله دو چیز است، یکی است که ایمان به الله بیاره و تمام اصول و احکام دین احترام بگذارند. در او صورت یا به امن میشه و امو ذلت از بین میره، یا است که اگرچه ایمان نمیاره لیکن به قانون عمومی مسلمانان تسلیم میشه. اهل ذمه که در دیار مسلمانان زندگی میکنه از اهل کتاب و از همه امنیت و مسئولیت مکمل برخوردار هستند. چرا؟ کسی به مال و جانشان تعرض نمیکنه به شرطی که مراسم مذهبی خود علنی انجام نده. امروز میبینیم ای دنیای غرب آمده مراسم مذهبی خود علنی، کریسمس چی میکنه؟ تجلیل میکنه. مسلمانان میره قطع شریک میشه و واره تبریکی. عجیب ایمان است. مردم تالی را نواقض اسلام نخوانده. تنها به گفتن لا اله الا الله آدم اگر مسلمان شوه بفهمی که توسط کدام چیز لا اله الا الله از بین میره. افسوس است علمای ما دهنا سکوت، گاهی هم ناقض اسلام بیان نکرده که اسلام توسط چی چیز میده میشه و الله برای چی است. محبت و دوستی با کی شوه، دشمنی با کی شوه، این باید بیان شوه. اسلام کی باقی میمانه و کی از بین میره، این بیان نکرده. از همون خاطر امروز مردم ما بیچاره هم در مسجد میه هم در کلیسا. عجیب است، هم دوستی با مومن داره و هم با نعوذ بالله غربیا داره.
بلکه دوستی از واره ترجیح میده. چرا مسلمان متشدد مینامه و واره مردم خوب نرم و نرمال میدانه؟ از او خاطر اوصافی از واره خوبتر بیان میکنه. در اینجا دین باقی نمیمانه. قرآن بر ما میگه این مردم ها ذلیل است، یا با دستاویزی که از جانب الله چنگ بزنه و حبل من الناس، یا به دستاویزی از مردم. دستاویز مردم هم دو قسم است که معاهده و صلح امرای کسی امضا بکنه که ما امرای شما جنگ نداریم یا ما را غرض نگیری، یا ایسته که نعوذ بالله چونی و سنگر برای ابرقدرت ها جور شوه، مثل اسرائیل فعلی. اسرائیل فعلی او در حقیقت یک سنگر مستحکم امریکا و انگلیس است. توسط ازوا یا هم مگپایشان جور میشه و پشت سر شوا قرار داره. اگر یک روز امریکا دستبردار شوه، انگلیس دستبردار شوه، اسرائیل نخواد در نقشه دنیا دیگه دیده شوه. چرا؟ توسط مسلمانان در یک روز از بین میره، اما اونجا مردمان دیگری قرار داره، اونجا در پشت سر ازوا قرار داره. قرآن وقت اعلان کرده بود که مردمان ذلیل است و همیشه غلام دیگرها هستند. و باءوا بغضب من الله، گرفتار شدن، بازگشتن به غضبی که از جانب الله متعال بود. چرا غضب الله سرشان آمد؟ به خاطر که یا خود اختیار کردن غضب الله را، الله فرامین روان کرده بود دیگه. یهود الله متعال غضب خودم سرشان روان کرد. چرا؟ اسبابی که سبب سرفرازیشان بود او را از دست دادن، یا برای اصلاح مردم آمده بودن که باید خودم اصلاح بکنه، برای دیگران دعوت دین بده، لیکن یا گرفتن دین خودم به باد مسخره، نعوذ بالله، تغییرات و بدعت ها را پیدا کردن، تحریفات را در دین خود کردن. الله متعال به غضب گرفتار کرد و ضربت علیهم المسکنه، لازم شده و چاپ شده بالایشان المسکنه تو بینوایی، یا همیشه فقیر می باشد با وصفی که یا سرمایه‌دار دنیا هم است. امیالی هم امو کرولپتی که برش میگه اول سرمایه‌دار امی یهود است، اما الله متعال آنقدر حرسی از یار اضافه کرده که هر قدر سرمایه دار باشه حالت ظاهریشان طوری می باشه که تو بگوی سرزی خیرات بکنم. چرا؟ الله متعال یار ابی طور ذلیل کرده. ذالک بانهم، این بیان علت امی سه بدبختی است. سه بدبختی الله متعال سر از یا چی کرد؟ لازم کرد. یکی بدبختی ذلت که پیش مردم حقیر هستند، دوم است که به غضب الله گرفتار است، سوم است که مردم فقیر نما می باشند. این سه بدبختی به خاطر چی بود؟ بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، به خاطر ازی بود که یا بودن انکار میکردن از آیات الله، خصوصا از آیات توحید الله، یک تا پرستی الله. بجای ازی که الله را یکی بدانن میگفتن نه عزیرم ابن الله هست، نعوذ بالله. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، دو صفت غلط و افعال خیلی ذمیم یاد داشتن، تکذیب و انکار از آیات الله و قتل کردن انبیاء علیهم السلام بغیر حق، به ناحق به نزد خودشان. هر پیغمبر کشتنش ناحق است، لیکن حتی به نزد خودشان هم قتل پیغمبر ناحق بوده. از این معلوم شد که این دو جرم سخت‌ترین جرم است. یکی نعوذ بالله انکار از آیات الله است، توحید الله، که آدم منکر شود، توحید نمیپذیری، نمیگی مشکل کشا و حاجت روا الله است، بلکه دیگران هم امرای الله چی میکنی؟ یک جا میکنی.